بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. مردم در آغاز امت واحد بودند. سپس خداوند پیامبران را به حیث مژده دهنده و بیم دهنده فرستاد و با ایشان کتاب را به حق نازل گردانید تا در مسائلی که مردم در آن اختلاف ورزیدند پیامبران در بین ایشان حکم کنند و تنها همان کسانی به اختلاف پرداختند که با ایشان کتاب داده شده بود. بعد از آن که به آنها نشانه های روشنی آمد این کار از روی سرکشی که در میانشان پدیدار گردید واقع شد. پس خداوند به اراده خود مؤمنان را در موارد اختلافشان به سوی حق هدایت نمود و خداوند کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آنکه حالات پیشینیان شما به شما رسیده باشد؟ به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مضطرب شدند به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند پس یاری خدا چی وقت به سراغ ما می آید؟ و ایشان گفته شد آگاه باشید بدون شک یاری خداوند نزدیک است.